بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر بزرگوار و استاد گرامی. درود الله بر شما. درود الله بر شما. علیکم السلام. استاد انصاری، از دشمنان حضرت علی رضی الله تعالی عنه از این بیشتر نمیشه انتظار داشت. چون اینا توهینایی که به حضرت علی رضی الله تعالی عنه شیر خدا میکنن، آیا حاضر هستند این توهین‌ها را به مرجع تقلیدشون بکنن یا نه؟ درست. با توجه به این استاد بزرگوار، الحمدلله با آمدن شبکه‌های توحیدی روز به روز چهره کری و منفور دشمنان اسلام، یعنی همان آخوندان حتی که رافضی، روز به روز در ما بینندگان آشکار می شود. الحمدلله. تا با دشمنان اسلام امثال قزوینی و آخوند انصاریان بیشتر آشنا شویم. چون اینها سالهاست دروغ گفتند و لباس اسلام برتن کردند ولی به پشت اسلام تیشه به ریشه اسلام زدند. درست. دارم سخن با آن دو دشمنان اسلام و مفسدان ایمان، آن دو حتاکان قزوینی و آخوند انصاریان، جنابان هرزگویان، الگوی رافضیان، قزوینی انصاریان، هر دو یاوه گویان، شرم حیا در وجودتان مرده است، تخم کینه نفاق وجودتان را پرورده است. بدانید که آن اصحاب صحیفه مسلمانان واقعی اند. بدانید کافران چون شما ابن سبازاده صفوی از باغ وحش قم آمدید، چون بیرون بالحق لباس انسانیت زتنتان شد بیرون. چون شبکه های توحیدی آمدند قرآن، بر روی شبکه های زلالت شدن همچون شمشیر بران. هر کس اگر ذره عقل استدلال دارد کافی است، هر عاقل داند که دست رافضی ز استدلال خالی است. استاد انصاری، با تشکر از برنامه‌های زیباتون بسیار متشکریم که جوانان اهل سنت کاملا آگاهی کامل پیدا کردن با این برنامه‌تون. بسیار سپاسگزارم. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز گرامی.